امروز شنبه است و شما را به تماشای برنامه خبری رادیو آزادی دعوت میکنیم. شعله گلخوجه هستم. سلام. با هم میبینیم که در برنامه 11 سپتامبر کدام موضوعها مطرح می شود. میخواست ترک کند. مقامات توجیک از بازداشت نفر خبر میدهند که تلاش داشت در عین جشن استقلال شعبه کارهای داخلی را منفجر کند. در یک طرف مخالفین، در یک طرف نمایندگان حکومت تاجیکستان. نشست حقوق بشر در ورشوا ادامه دارد. ترکمنستان بالاخره به مکتوب وزارت نقلیات تاجیکستان جواب داد، ولی مشکلات راننده‌های تاجیکی در مرز بند مانده کی حل می شود معلوم نیست. مقامات امنیتی میگویند در نویه فرخار از کوشش ترکاندن بینای شعبه کارهای داخلی پیشگیری کردند. به گفته آنها در این رابطه بهرالدین شراف‌الدینوی 38 ساله دستگیر شده است. او میخواسته است با مواد ترکنده خودساخت شب 9 سپتامبر در عین تجلیل از جشن استقلال این بنا را منفجر کند. ساکن دهه گلشن بعد رهایی از زندان در روسیه به گروه‌های تروریستی پیوسته است. به ضد او با اتهام زرخریدی پرونده جنایتی باز کردند. در پایتخت لهستان شهر ورشوا امروز جلسه سازمان امنیت و همکاری اروپا به کار خود ادامه می‌دهد. نشست سالانه این سازمان که مربوط به حقوق بشر و انتخابات دموکراتی است 10 سپتامبر آغاز شد. در این بحث و بررسی‌ها 57 کشور عضو سازمان از جمله نمایندگان حکومت تاجیکستان و مخالفین کشور شرکت دارند. در این جلسه دیروز چی گذشت و امروز در کدام موضوع صحبت می‌شود؟ مومن احمدی از ورشوا تفصیلات می‌دهد. قرار است چند لحظه بعد در این تالار جلسه سازمان امنیت و همکاری اروپا در مورد آزادی بیان دایر گردد. در این جلسه نماینده های سازمان های جمعیتی و نماینده های حکومت تاجیکستان نیز شرکت می کنند. البته این جلسه مخصوص برای تاجیکستان بخشیده نشده است، اما نماینده های جانب تاجیکستان امکان دارند در این جلسه صحبت و سخنرانی کنند. این جلسه امروز تا بیگاه دوام میکند، اما دیروز جلسه افتتاحی در سازمان امنیت و همکاری اروپا در ورشوا ادامه کرد. در آنجا هم مخالفین تاجیک و هم مقامات تاجیکستان صحبت و سخنرانی ها کردند. از جمله نظامیدین شمس‌الدین زاده معاون اول وزیر کارهای خارجه تاجیکستان صحبت کرد و از حضور مخالفین تاجیک در جلسه سازمان امنیت و همکاری اروپا اظهار نگرانی کرد. او گفت که تروریست را نباید با خوب و بد جدا کرد. در پاسخ نماینده های سازمان امنیت و همکاری اروپا نیز گفتند که هنوز دلیل های 100% روی دست نیست که نماینده های حزب نهضت اسلام و گروه 24 شرکتشان در عمل های تروریستی ثابت شده باشد. زمانی که نظامیدین شمس‌الدین زاده در جلسه سازمان امنیت و همکاری اروپا صحبت میکرد، زمان سخنرانی اون مخالفین تاجیک در دست شعارهای آزادی سیاسی، آزادی به زندانی های سیاسی در دست داشتند و ضمن سخنرانی او صدا بلند کردند. همکارم مومن احمدی از ورشوا گزارش میداد. جزئیات بیشتری نشست در وبسایت رادیو آزادی در جریان روز گذاشته می شود. اما من رو میارم به موضوع دیگر. ترکمنستان مشکلات عبور ماشین‌های بارکش تاجیکستان را از قلمرو این دولت به مسائل امنیتی ربط داد. مقامات این کشور در نامه به عنوان تاجیکستان نوشتند که نگرانی‌ها از قاچاق شدن مواد مخدر ترکمنستان را مجبور کرد که دست به این اقدام زنند. تخمیناً 20 روز می شود که راننده‌های 10 ماشین از تاجیکستان در مرز با ترکمنستان و ایران بند ماندند. در همین حال همسایه کشور دیگر ازبکستان حرکت اتوبوس‌ها را به 3 مسیر تاجیکستان به راه مانده است. تفصیلات بیشتر این دو موضوع را من از همکارم کیومرثی عطا قبل از شروع برنامه پرسیدم. سوال اولی من مربوط به خط سیرهای نو میان تاجیکستان و ازبکستان بود. با ادامه تقویت همکاری ها بین تاجیکستان و ازبکستان، دو کشور حرکت مسافربرها را در 3 شهر یکدیگر به راه ماندند. الکی ساکنان تاجیکستان می توانند که طریق مسافربر از شهر دوشنبه به شهرهای ترمیز و دهنوی ازبکستان حرکت کنند و مردم برای حرکت در این مسیر همگی $9 پرداخت خواهند کرد. همچنین در شمال تاجیکستان از شهر پنجکند به شهر سمرقند اتوبوس یا که مسافربرها حرکت می کنند.
طور ما میدونیم مناسبت های تاجیکستان و ازبکستان در آخر سال 2016 هم بهبود یافت و در اولین روزهای بهبودیابی مناسبت پرواز هواپیماها به راه مانده شد. بعداً قطارها به حرکت در آمدند. یک قسمی راه تخریب شده ختلان اموزنگ هم برقرار کرده شد. سپس در ماه می امسال حرکت مسافربرها در بین شهر خوجند و تاشکند به راه مانده شد. مقامات میگن که با زیاد شدن رویهای مردم تجارت بین دو کشور هم افزایش یافته است و در حال حاضر به قول مقامات بنا به اطلاع رسمی این دادگریفت به 100 میلیون دلار رسیده است. در حالی که بعد 12 سال محدودیت ازبکستان دروازه خود را بر روی تاجیکستان باز میکند، ترکمنستان بیش از 2 هفته می شود مرزش را بر روی ماشین های تاجیکستان بسته است. من از کیومرز سرنوشت راننده های در مرز درمانده را پرسیدم. عین حال این مسئله بند ماندن ماشین ها در مرز ترکمنستان در گذرگاه لطف‌آباد هنوز حل نشده باقی مانده است. همین روز 11 سپتامبر بعضی از راننده ها با رادیو آزادی در تماس بودند، تماس گرفتند و گفتند که 2 هفته باز انتظارن که راه باز می شود و آنها از طریق ترکمنستان به تاجیکستان خود را می رسانند. آنها میگویند که در این مدت بعضی غذا و پولی که داشتند تقریبا تمام شده است و آنها از گشنگی و از انتظاری اذیت میکشند و از مقامات میخوان که هرچی زودتر راه حل مثبت این مسئله را پیدا کنند. در همین حال یک منبع در وزارت نقلیات تاجیکستان به رادیو آزادی گفت که جانب ترکمنستان به نامه آنها پاسخ داد و این مسئله یعنی بند ماندن ماشین ها را بیشتر به مسئله امنیتی ربط داده است، ولی این منبع ما جزئیات نامه را آشکار نکرد. با این حال وزارت نقلیات از راننده ها دعوت کرده است، مصلحت داده است که بهتر است خود را از طریق مرزهای آذربایجان و قزاقستان به تاجیکستان برسانند. وزارت میگوید هرچند این راه طولانی هست و پرخرج، ولی در حال حاضر یگانه راه حل مسئله همین است. خود راننده ها هم میگویند که میتوانند از این مسیر استفاده کنند، اما گذشتن از مسیر آذربایجان و قزاقستان با آنها 4-5 هزار دلاری خرج زیادتی می‌آورد و ممکن است که به تاجران زیان زیادی رسد. کیومرز عطا بود که با ما صحبت میکرد و ما نیز در نوبت خود امیدواریم که مشکلات راننده های تاجیک به زودی حل می شود و آنها می توانند به مکان خود برسند. شما برنامه خبری رادیو آزادی را تماشا دارید. در شهر بندری گاتونی در پاکستان یکی از بزرگترین محل‌های ویران کردن کشتی‌ها در جهان موقع دارد. جایی که کار در آنجا بسیار خطرناک است. ماه نوامبر سال 2016 در این منطقه بنابر آتش گرفتن یک کشتی کهنه 10 نفر هلاک شدند. گزارش همکاران ما از صدای آمریکا مشکلاتی را نشان می‌دهد. کارگران گاتونی هر روز با آن روبرو هستند. وقتی کشتی ها کهنه و غیر قابل استفاده می شوند، آنها را به محل های به مثل گاتونی می آرند. در اینجا هر سال صدها کشتی را می شکنند و به اشیاء خام و قسم های علاهیده تبدیل می دهند. در جهان فقط 4 محل ویران کردن کشتی ها هست، چون که نه همه جا ساحل های عمیق برای آوردن کشتی دارند. گاتونی این شرایط را دارد. برای شکستن یک کشتی از 30 تا 40 روز لازم است. کار در اینجا خطرناک است. به سبب مجهز نبودن و آموزش ندیدن، کارگران در اینجا که میلیاردها دلار فایده می‌آورد، بسیار وقت آسیب می‌بینند. فقط با ترکیب‌های آهنی کار می‌کنیم. هر وقت می‌تواند ترکش رخ دهد. البته در خبرها دیده اید هر ماه 2 یا 3 نفر هلاک می‌شوند. کاری بسیار سخت و دشوار است. هر صبح پیش از کار آمدن همیشه فکر می‌کنیم که به خانه برمیگردیم یا نه. در اینجا در یک فلاکت بزرگ در ماه نوامبر سال 2016 هم 26 کارگر کشته و 60 تن دیگر مجروح شد. از آن زمان تا کنون به گفته کارگران شرایط کار را بهتر نکردند. خطرناک تو ہیں مگر ہمارے یہاں کے جو مالکان ثروتمند اینجا کار را مشکل تر کردند، چون هیچ تدبیرهای امنیتی نمی‌اندیشند. با وجود این ما از ناعلاجی و برای پیش بردن زندگی در چنین شرایط کار را ادامه می‌دهیم. ما کم بی‌ذاتیم، اگر از کار در چنین شرایط سرپیچی کنیم ما را می‌رانند. اما مالکان محل کشتی شکنی میگویند معیارهای امنیتی را نظارت میکنند. به گفته آنها هم حکومت و هم مالکان مسئول امنیت کارگران هستند. پہلی تو ہم گورنمنٹ کے اوپر چاہتے ہیں کہ وہ گورنمنٹ اس کو فیسلائٹ کرے
حکومت باید کمک کند. آنها از اینجا درآمد خوب میگیرند. دوم، اتحادیه کشتی شکنی ما هم مسئولیت دارد. ما هم می توانیم برای بهبودی چاره اندیشیم، اما این مسئله چندان بزرگ نیست. کشتی شکنی نه تنها برای کارگران بلکه برای موجودات بحری و مردم اطراف زیان آور است. قسمی از پرتاب را به اقیانوس می اندازند. ماده های کیمیاوی سبب بیماری های راههای نفس شدند. همه این مایه تشویش 12,000 کارگر است که زندگیشان از حساب کشتی شکنی پیش می رود. و یک خبر دیگر هم داریم. علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان ضمن سفر امروزش به ولایت مختار بدخشان از پیوستن جوانان این منطقه به صف گروه‌های تندرو و تروریستی اظهار تأسف کرده است. او 11 سپتامبر در حضور ساکنان ناحیه ونج گفته است با سبب بیسوادی و پستی معرفت ایده از شهروندان تاجیکستان از جمله ساکنان ناحیه ونج در فعالیت گروه‌های خرابکاری تروریستی و افراطگرا شریکند. به گفته مقامات رسمی از ولایت مختار بدخشان 45 نفر و از جمله 25 تن از ساکنان ونج به سوریه و عراق رفته از جمله به گروهی به نام دولت اسلامی همراه شدند. نگاه میاندازیم به خوجند. در تئاتر شهر خوجند نمایشنامه را به صحنه گذاشتند که هدفش بیدار کردن حس انسان دوستی بوده است. مؤلفانش میگویند افزودن حادثه های قتل پیوندان از دست همدیگر آنها را به آفریدن این صحنه وادار نمود. یکی از نقش‌های اساسی را در آن آوازخوان تاجیک دلنازک کریمова بازی میکند. تفصیلات بیشتر در گزارش شادمانیتی. فقط گیرد زمین او را به آغوش، چنین مکن کس را فراموش. قتل هابیل به دست برادر، ناسازگاری‌های روزگار و بخشش و از هم گذشتن‌ها از صحنه‌های اساسی نمایشنامه قابیل بود. قابیل برادرش هابیل را از روی رشک می‌کشد، اما روح هابیل برادرش را می‌بخشد. زیاد شدن حادثه های مانند قصه قرآنی هابیل و قابیل را با اهمیت کرده است. یک حادثه ای که با من گفتم که من نقل کردم که من حیران شدم. پدر و پسر جنگ میکنن، خشم میکنن، پدر با کارت پسر را زدنی میشود. پسر از دست پدر کارت را یک نوچ کرده با پدر میزد. اینا ببینید خیلی یک زمانه آمده است. دلنازک کریمова آوازخوان تاجیک بار اول در صحنه تئاتر نقش می آفرد. تصور نمی کردم که چه خیلی رول بازیدن ممکن است. وقتی که به من گفتن که در اونجا در یک سپیکتاکل هم نقش مادر رو یعنی ماما هم نقش دخترش رو اقلیما رو بازیدن در کار، من گفتم من میترسم که با طلبات شما جواب نیستم. نمایشنامه قابیل را اولیاقل خواجه قلی کارگردان تئاتر شهر کانیبادام از روی پیسه جورج بایرن روی صحنه آورده است. هر نسل در تئاتر کوشش میکند که این مسئله را بردارد. چرا میان برادران نافهمی وجود دارد و تا کشتار یکدیگر میرساند. ما هم کوشش کردیم که این مسئله را به بررسی گذاریم. نمایشنامه را نخستین بار روز 5 سپتامبر در صحنه تئاتر شهر خوجند به نمایش گذاشتند. و وزارت دفاع تاجیکستان میگوید نظامیان کشور در یک رزمایش حربی در امریکا شرکت دارند. هدف این مشق نظامی مشترک حمایت مرزها، تمرین عملیات ضد تروریسم، مبارزه با قاچاق مواد مخدر می باشد. با امید خبرهای خوش و تنصیحاتی شما نشر نوبتی برنامه خبری را به پایان می‌رسانیم. خبرهای بیشتر از این شما را در سامانه رادیو آزادی منتظرند. همین گونه در یوتیوب نیز می‌توانید گزارش‌های دیدنی را پیدا کنید و تشکر می‌گوییم که امروز برای ما بودید. با ما بودید. روز خوب داشته باشید و تا برنامه فردا خدا نگهدار.